بعضیا با استعداد به دنیا میان، اما یه عده هستن که خودشون میسازن. زلاتان ابراهیموویچ اون از دسته دومه. یه پسر مهاجر با جیب خالی اما ذهن پر از رویا. کودکیش تو محله فقیر مالموی سوئد گذشت. محله‌ای که بیشتر آدماش مهاجر بودن با زندگی‌های سخت، با خانواده‌هایی که فقط دنبال زنده موندن بودن. نه خوشبختی. پدرش اهل بوسنی بود، مادرش کروات. خونه‌شون یعنی صدا، دعوا، کمپولی و سکوت بعد گریه. زلاتان خودش یه بار گفت ما چیزی برای از دست دادن نداشتیم. برای همین هیچ چیزی نمیتونست جلوی منو بگیره. از همون موقع یاد گرفت بجنگه. نه برای قهرمان شدن، برای زنده موندن. بچه شر محله بود. همیشه تو کوچه دنبال توپ، دنبال دوچرخه و دنبال دردسر. میگن یه بار دوچرخه دزدید فقط برای اینکه بتونه بره سر تمرین فوتبال. اونقدر عاشق بازی بود که هیچ چیز جلوش نمیتونست وایسه. نه پول، نه ترس، نه نصیحت. وقتی رفت تو تیم مالمو همه اولش فکر میکردن فقط یه پسر لاغر و مغروره. اما وقتی توپ میرسید زیر پاش همه ساکت میشدن. یه اعتماد به نفس خاصی داشت که از نگاهش میبارید. خودش میگفت من مغرور نیستم، فقط از خودم مطمئنم. اون اعتماد از کجا میومد؟ از یه بچه‌ای که میخواست دیده بشه. یه پسر که تو تموم زندگیش جنگیده بود تا بگه منم هستم. عملکردش تو مالمو همه رو شوکه کرد. طوری بازی میکرد انگار فوتبال رو خودش اختراع کرده. خیلی زود آژاکس اومد سراغش. رفتنش به هلند یعنی شروع پرواز واقعی. اونجا یه دنیای جدید بود. زبون فرق داشت، فرهنگ فرق داشت. ولی زلاتان حتی یه لحظه حس نکرد باید عوض بشه. نه، اون کاری کرد بقیه خودشونو با اون تطبیق بدن. تو تمرین‌ها حرکاتی میکرد که بازیکن‌ها میموندن. گلایی میزد که انگار از یه بازی کامپیوتری در اومده. این یه گل معروفشه. چند نفر رو دریبل کرد، توپو وحید امیریوار زد تو لایه طرف و گل شد. همه خشکشون زد. اونجا بود که دنیا فهمید یه نابغه غریبه از شمال اروپا اومده. ولی آرامش؟ نه. اون با زلاتان غریبه بود. با مربیا بحث میکرد. از دستور خوشش نمی اومد. میخواست خودش تصمیم بگیره و خودش قهرمان خودش باشه. خیلیا میگفتن خودخواهه، اما پشت اون غرور یه پسر زخمی بود. یه پسر که از فقر بلند شده بود و نمیخواست دوباره زمین بخوره. بعدش رفت ایتالیا، یوونتوس. اونجا یاد گرفت چطوری یه مهاجم واقعی باشه. نه فقط هنرمند، بلکه قاتل. ولی ماجرای توانی یووه پیش اومد و اون راهشو کشید سمت اینتر. اونجا دیگه تاجگذاری کرد. زلاتان شد پادشاه میلان. گلایی که انگار از قوانین فیزیک سرپیچی میکردن. با قدرت، با غرور، با لبخند خاص خودش. اون لبخندی که میگفت میدونم بهترینم. اما حتی پادشاه هم وقتی به سقف میخوره دنبال آسمون بعدیشه. زلاتان رفت سراغ بارسلونا، تیم رویایی اون دوران. همه گفتن تموم شد. زلاتان کنار مسی، زیر نظر پپ گواردیولا. دیگه بهتر از این؟ اما واقعیت اونجا شروع سردی بود. سیستم بارسا با روح آزادش نمیخورد. اون نمیخواست مهندسی شده بازی کنه. میخواست غریزی باشه، خودش باشه. با پپ اختلاف پیدا کرد تا جایی که خودش بعدها گفت پپ یه فیلسوفه، ولی وقتی منو دید ترسید. بارسا رو ترک کرد، ولی نه با شکست، بلکه با درسی که بعدها بهش بالاترین قدرت رو داد: خودشناسی. بعدش پاریس سن ژرمن شد قلمرو جدید پادشاه. هر فصل جام، هر هفته گل. تو فرانسه فقط فوتبال بازی نمی‌کرد. اون شخصیت زلاتانو ساخت. یه برند، یه افسانه زنده. بعدش هم منچستر یونایتد، آمریکا و در نهایت بازگشت به میلان. اون موقع خیلی گفته بودن زلاتان تموم شده، اما شیر هنوز زنده بود. با همون بدن خسته، با زانوهای مصدوم، اما با اون ذهن خاص خودش برگشت. به هم تیمیاش انگیزه داد، به باشگاه روح داد و گفت وقتی من تو زمینم، زمین باید خدا رو شکر کنه. و شوخی جدی انگار واقعا همینطور بود. حتی اگه ازش خوشت نمی اومد، بازم نمیتونستی بهش احترام نذاری، چون اون فقط فوتبال بازی نکرد، اون جنگید. تو زمین جنگید، بیرون زمینم همینطور. برای خانواده‌اش، برای خودش، برای اینکه اسمش با قدرت تلفظ بشه. و وقتی بالاخره گفت وقتش رسیده خداحافظی کنم، استادیوم مملو از اشک شد، چون همه میدونستن دارن با یه طرز فکر خداحافظی میکنن، نه فقط یه بازیکن.
زلاتان همیشه میگفت خدا رو با زلاتان اشتباه نگیرید. اما ته قلبمون همه میدونیم پشت اون شوخی یه درس بزرگه. اگه خودتو باور داشته باشی، هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه جلو راهت واسته. زلاتان پسر فقیر مالمو با همه غرور و جنجالش به ما یاد داد اسطوره شدن یعنی ساختن، نه به دنیا اومدن. و شاید وقتی دنیا خواب بود، اون داشت خودش رو میساخت تا روزی که دنیا از خواب بیدار بشه و بگه شیر برگشته.